11. محدودیت‌های اصلی خود را مشخص کنید. تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می‌دهید متمرکز کنید. نورهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی‌سوزانند. الکساندر گراهام بیل. چه چیزی مانع پیشرفت شما می شود؟ چه چیزی سرعت دستیابی به هدفهای شما را تعیین می کند؟ چه چیزی تعیین می کند که با چه سرعت از جایی که هستید به جایی که دلتان می خواهد برسید؟ چه چیزی مانع می شود تا قورباغه های را بخورید که خوردنشان می تواند واقعا تحول ایجاد کند؟ چرا تا به حال به هدف خود نرسیده اید؟ اینها از مهمترین پرسش هایی هستند که می توانید در راه رسیدن به عالی ترین سطح تأثیر و بهره‌وری فردی از خود بپرسید و به آنها پاسخ دهید. هر کاری که بخواهید بکنید همیشه عاملی محدود کننده وجود دارد که سرعت شما را در انجام آن کار تعیین می کند. وظیفه شما بررسی کار مورد نظر و بازشناسی محدودیت یا عاملی محدود کننده است که در آن کار وجود دارد. سپس باید تمام نیروهای خود را صرف سوس کردن عاملی بازدارنده یا محدود کننده کنید. تقریبا در هر کاری که کوچک و چی بزرگ عاملی وجود دارد که تعیین کننده سرعت دستیابی به هدف یا به اتمام رساندن آن کار است. در کاری که انجام می‌دهید این عامل تعیین کننده کدام است؟ ذهن خود را روی آن متمرکز کنید. این می‌تواند بهترین روش استفاده از وقت و استعدادهایتان باشد. این عامل تعیین کننده شاید فردی باشد که شما در کار خود به کمک یا همفکری او نیاز دارید، یا امکانیت‌های مالی که در کار خود به آن احتیاج دارید، یا نقطه‌های ضعفی که در قسمتی از سازمان وجود دارد، یا هر چیز دیگری. این عامل هر چی باشد وظیفه همیشگی شما یافتن آن است. در هر کار یا تجارت عامل محدود کننده یا بازدارنده وجود دارد که تعیین می‌کند یک سازمان با چه سرعت و چه کیفیتی به هدف خود خواهد رسید. در هر صورت همواره یک عامل بیش از عامل‌های دیگر تعیین کننده سرعت دستیابی سازمان به هدفها و میزان سوددهی آن است. در کار شما این عامل کدام است؟ شناسایی دقیق این عامل محدود کننده در هر مرحله از مرحله‌های انجام کار و تمرکز به از بین بردن این عامل معمولاً بیش از هر اقدام دیگری موجب پیشرفت کار در زمان کمتر می شود. قانون 80-30 در مورد محدودیت‌های شما در زندگی و کار صادق است. به این معنا که 80% از محدودیت‌ها یا عامل‌هایی که شما را از رسیدن به هدف‌هایتان باز می‌دارد عامل درونی است. این عامل‌های بازدارنده در درون شما هستند. در ویژگی‌های شخصیتی، توانایی، عادت‌ها، انتظام فردی و توانایی‌های بالقوه شما. تنها 20% از عامل‌های محدود کننده خارجی هستند و به سازمانی که در آن کار می‌کنید مربوط می‌شوند. عاملی تعیین کننده و محدود کننده شما ممکن است عامل کوچک باشد و همیشه هم واضح و روشن نیست. گاهی برای مشخص کردن آن لازم است تمام مرحله‌های انجام کار را لیست کنید و هر مرحله را به دقت بررسی نموده و آنگاه دقیقاً عامل بازدارنده پیشرفت خود را مشخص کنید. به عنوان مثال برخی وقتا این عامل فقط یک برداشت منفی و یا مخالفت از سوی مشتریانتان است که باعث می شود تمام مرحله‌های فروش به کندی صورت گیرد و نتیجه کار موفقیت آمیز نباشد. گاهی فقط وجود نداشتن یکی از شرایط ضروری مانع افزایش فروش محصول یا حضور موفق در ارائه خدمت‌ها می شود. صادقانه به سازمان خود نگاه کنید. به رئیس، همکاران و کارمندان سازمانتان دقت کنید تا ببینید آیا نقطه ضعف در آنها وجود دارد که سازمان را از پیشرفت و دستیابی به هدفهای اصلی باز دارد. در زندگی فردی نیز باید صادقانه به خودتان نگاه کنید تا بتوانید آن عامل محدود کننده و یا بازدارنده را که تعیین کننده سرعت شما در رسیدن به هدفهای فردیتان است دقیقاً مشخص کنید.
انسان‌های موفق همیشه برای تجزیه و تحلیل عامل‌های محدود کننده از این پرسش آغاز می‌کنند: چه ویژگی در من وجود دارد که مرا از پیشرفت باز می‌دارد؟ این انسان‌ها مسئولیت کامل اعمالشان را می‌پذیرند و برای یافتن علت و نیز راه حل مشکلاتشان را در خودشان می‌جویند. مدام از خودتان بپرسید: چه عاملی است که می‌تواند سرعت پیشرفت را طوری تنظیم کند که من بتوانم به نتیجه‌ای که می‌خواهم برسم؟ تعیین عاملی محدود کننده روشن می‌کند که برای از بین بردن آن باید از چه روش استفاده کنید. شکست در تعیین عامل بازدارنده واقعی و یا تعیین عامل محدود کننده نادرست شما را گمراه می‌کند. در این صورت وقتی شما صرف حل کردن مشکلی اصلی نشده است، یک شرکتی بزرگ که من از مشاوران آن هستم دوچار کاهش در میزان فروش شده بود. مدیران شرکت پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که عاملی بازدارنده قدرت فروش و مدیریت فروش است. آنها مبلغ زیاد صرف سازماندهی نو گردانیده شده مدیریت و بازآموزی مسئولین فروش شرکت کردند. بعداً متوجه شدند که علت اصلی کاهش فروش اشتباه بوده که یکی از حسابداران شرکت مرتکب شده و محصولات را در مقایسه با کالاهای رقابتی موجود با نرخ بسیار بالای روانه بازار کرده است. به محض اینکه شرکت نرخ‌گذاری خود را اصلاح کرد، فروش دوباره بالا رفت و تولید به وضعیت سوددهی برگشت. وقتی مانع یا عاملی بازدارنده را تشخیص داده و آن را با موفقیت از میان برداشته، در پس آن مانع یا عاملی بازدارنده دیگری را پیدا می‌کنید. صرف نظر از این که عاملی مربوطه بسیار پیش پا افتاده، مثل صبح به موقع سری کار حاضر نشدن یا بسیار اساسی مثل انتخاب یک حرفه نامناسب باشد، همیشه عواملی محدود کننده یا تنگناهای وجود دارد که سرعت پیشرفت شما را تعیین می‌کند. وظیفه شما پیدا کردن آنها و متمرکز کردن نیروهایتان برای از بین برداشتن آنها در نزدیکترین وقت است. وقتی که روز را با هدفی از میان برداشتن یک نقطه ضعف اصلی و یا عاملی محدود کننده آغاز می‌کنید، سرشار از انرژی و قدرت‌های فردی خواهد شد. این انگیزه شما را برای ادامه حرکت و یافتن عامل‌ها برای پیش می‌راند. و یاد داشته باشید که همواره عامل محدود کننده وجود دارد و بیشتری وقتا مهمترین قورباغه‌ای که باید بخورد یافتن و از بین بردن عامل محدود کننده یا بازدارنده است. قورباغه را خورد بده. خود امروز مهمترین هدف زندگیتان را مشخص کنید. این هدف چیست؟ چی هدفی است که اگر در زندگی به آن دست پیدا کنید، بهترین تاثیر را بر زندگی کاریتان خواهد گذاشت؟ هنگامی که مطمئن شدید هدف اصلیتان را پیدا کردید، از خودتان بپرسید: چه عاملی است که تعیین کننده سرعت من در رسیدن به این هدف است؟ چرا تا کنون به آن نرسیدم؟ چه ویژگی در من است که مرا از پیشرفت و رسیدن به هدفم باز می‌دارد؟ جواب هر چی که بود، اقدام‌های خود را برای از بین بردن مانع اصلی فوراً شروع کنید. با هر کاری که فوراً به فکرتان میرسد، کار را شروع کنید. هر کار مهمی است که شروع کنید.